راننده سرویس از اشرف که دلم براش قش رفت. همیشه زیپ کیفش بازه و باباش تیراندازه. دریافت عالی از شیرزنان ایرانی. شرکت تعاونی مرغ یخزده نپال 2 ست عقبه چه اسمکی بزنه کور خوندی خانه خط نیست که با بده. ایرانی جواد باخ نمیده به پربغل زندایی بابا دست بده شک چه با دست و با غیرت بازی میکنن دختران ایرانی ما در سرزمین اورست نپال. مدنم کاسبی خرابه کلاتا داغه یا اصاباتا ضعیفه اما این بازی رو نگاه کنن عشق کنن. یه چیزی هم بگم از وقت گوشت گاو در نپال گیرون شد مردم رو آوردن به پر و پاچه مرغ، اما مرغ هم تو نپال گیرون شد مردم رو آوردن به حبوبات. ساقل توپگیری ساقل غیرت ایرانی امان نده بی بطری این نیم قلمی نپال. آلیس گیسپوریده توپ مندازه تو زمین ایران یا موسا کوسقی موشک هوا به زمین بخوابونن تو خاک نپال. خواهر و مادر نشد انقدر دودی گرفتن تو زمینش لامصب نمیخوابه توپ. شاعر میگه گر صبر کنی ز قوره حلوا سازی شکست تا بده. یا آتیش بازی تو سرزمین اورست به عظمت کوه دماوند و تمام چی دولخه کردن و بیلا ایران 200 درم ایران. تبریک بگم شما لایق برد بودین و من الله و توفیق. نپال باخ بده و دختران ایرانی در سرزمین اورست پیروز این میدان میشن. دمتا گرم حلالتان.